شوقی عزیز یک دانه مشکی بسیار مقبول. کفتر در کوریز هستند اما ماشاءالله بسیار یک نور کوتاه، یک چشمای مقبول. عزیزی پدر امیز از چی روزی هست کنیم ماشاءالله رنگ روی نور بسیار مقبول رنگ. سلام خدمت شما عزیزان، امیدوار هستم که جور و صحتمند سر حال باشید در هر جای کره خاکی که زندگی میکنید. باز هم با یکی از برنامه‌های شوق در یک فضای بسیار جالب زن نزدیک زیر بلاک است. یک کم قید است اما یک دوست ما در اینجا شوق میکنه به نام ایمان جان. شاید بعضی کسی با نام او آشنا باشه. دوستای عزیز، یک فضای بسیار شوق است. ببینید دوستا، بعضی کسا بام داره، بعضی کسا اولی داره، اما این دوست ما از است که این شوق با این شوق آشنایی زیاد داره و این شوق بسیار دوست داره در یک فضایی که نسبتا قید است. نظر به گفتنی های این شوقی ها بسیار یک فضای قید اما شوق خدا میکنه. با این دوست ما هم صحبت میشیم، با رنگ و چهره و سر نور کفتر چوچگی شما را آشنا میکنیم که چی رقم شوق میکنه و چی رقم کفتر نسل هایش از کجا پیدا کرده. با ما باشید دوستا تا آخر برنامه. یک چیز فراموش نکنید که برنامه ما رو تا آخر ببینید. دوستان عزیز، قسمی که براتون گفتم شوقی عزیز با ایمان جان هستیم. ایمان جان سلام علیکم. سلام. ساعتتون خوب است؟ خیرتی است؟ چی حال دارین؟ خوب هستین؟ تشکر میکنم. چی گپ است؟ سلامت باشید. همراه گرمی و چی حال داری؟ شب روز بخیر میگذره؟ شکر پروردگار است ان شاء الله که کنار داشته است و به تمام است ان شاء الله که شوقایشان دوباره از سر گرفته میشه. کفترها از کوریزما برای ان شاء الله. فعلا کفترها قدر جالب نیستن. قسمی که من میبینم ایمان عزیز، کفترها ماشاءالله در رنگ و در روی و در چهره این نسل‌ها را از کجا پیدا کردی؟ برادر که شوقی ها را اینا دیوانه میکنه ایستا با این مقبولیایی که دارن. فعلا در کوریز هم هستن اما ماشاءالله خیلی رنگ خوب کشیدن. نجیب جان، کفترها قدر جالب نیست. شاید دوستا و رفقایی که ببینن مقصد کفتر هست دیگه. اکثرش خو جنس شیرازی است که ما بلوگر تهیه کردیم و بعدش هم یه شیشه گرفتیم. میگه اصل کفترهای شیرازی که هست، میگم که جنس کفترهای لوگر بهتر است نسبتا این که اصلاحات زیاد شده در بوجه. اصلا همی شوق کفتر چوچگیر قسمی که خودت گفتی عالم و نسل‌های خوب و اصلاح شده پیش مردم لوگر است. در جنس شیرازی مردم لوگر زیاد اصلاحات آوردن و زیاد مردم کابل اصلاحات آوردن و بهترین کفترها را که نگاه میکنن اصلا در زیاد مشهور شده در روی صحنه آمدن. شوقی کابل هستن. شوقی کابل هستن مردم لوگر قدر در قسمی که من شنیدم ایمان عزیز، مردم لوگر در پراندن کفتر رو علاقه ندارن، فقط چوچگیری میکنن و ضمن از اینکه اونا چوچگیری میکنن خودتون همی کفترها را در این فضایی که فعلا در زیر بلاک نگاه کردی شوق میکنی اینجا پراندن همیشه. اینجا فعلا که من میبینم کفترها چوچگیر است. از چی زمانه با این شوق رو آوردی؟ نجیب جان، اگر خودم بگم که تا زمان که از پانتون فارغ نشده بودم شوق نکردیم. بعد از اینکه از پانتون فارغ شدیم یک کم وقت پیدا کردیم باز وارد همی شوق شدیم که از پدر شوقی بودیم. یعنی پدرم شوقی بود در اینمیجا در طول 30 سال کفتر نگاه کرده. خب قبل از هم اینجا شوق میکرده؟ بله اینجا هم شوق میکرده. اونا هم کفتر چوچگیر داشتن یا پرشی داشتن؟ نه، مکمل کفتر پرشی داشتن و کفترهای پرشی. از همین دوستای عزیز، شوقی عزیز، قسمی که معلوم میشه از همین زیر بلاک کفتر میپراندن. ما خودم یک 2 سال 3 سال کفتر پراندیم از این زیر بلاک. از همین قسمت؟ بله، باز چون که باعث آزار اذیت همسایه گفتم نشه یک کم مشکل هم هست
دیگه باز پریشی را پس کردیم. همی چوشگیر او را مت نمی پراندیم که خیل بازی کنیم، فقط که چوشه میگرفتیم این جوانا کردیم چپ تا کفتر باید یک کم بپره که استوار بیایه. استوار بیان به خاطر تو بالا کردن جور کردن جوانا دیگه ای کار میکردی و تو پراندن خیل جنگی گپا نبوده. نه خیل جنگی نداشتیم دیگه، فقط هم کفتر رو تا بالا نامش کفتر پریشی بود. فقط هم قدر کفتر رو تا بالا میکردی یک شوق تازه نگاه میکردی دیگه. دیگه در اصل چوچگیر است کفتر ها. در اصل چوچگیر است، مقصد یک باز یک 3-4 جوره را جوره میکنیم، چوشه میگیریم دیگه. یک تعداد نرامی باشه فعلا جوانا مکمل در اطراف است. من که جوانا چوشه میگیرم باز جای تنگ است و دی سبز و شیوکی اونجا اولیای ماست در اونجا روی میکنیم. اونجا بعضا در دی سبز سراچر میباشه باز در اونجا فضای آزاد میباشه کفتر که کوری سپاکت پس باز هم سترایش میریم، باز هم چیزی که بدل ما نیست رو میکشیم. بازی جوانای ستره را که میری ایمان جان این دوستا هست اندیوالا هست، حتما بعضی کس ها اینجا میبینه. اگر کس خوش کنه چی رقم برش میتی؟ به شکل توفه میتی؟ به شکل امانت میتی؟ به شکل مفروشی برش؟ بعض دوستا اکثرا امانت میبرن، اکثرا نمتو میبرن نیوازش کفتر میارن بره و زیادش که هست که اکثرا زیاد کفتر در اینجا تلف میشه. جای متنگ است، یک فکر مرض بیایه شاید هر سال که اینجا برنامه گرفته میشه شاید ببینی که یک کفتر ثابت نیست. کفتر رو قبلا که من دیده بودم شنیده بودم که زیاد بودن، پتنگ در بینشان زیاد بود، سوز پتنگا بود، اونا فعلا نیست. حتما نور کسر دادی یا مرض است پیشت بردهشان. ضمن از این که ایمان عزیز خودت شوق میکنی در اینجا، حال که معلوم بشه که شیرازی زیاد است از پتنگ کرده. این اصلا را از کجا پیدا کردی خودت با این رنگ با این سرجوی مقبول؟ نجیب جان زیاد کفترهایش از جنس کفترهای خودم هست، نه کفترهای کاکای مسکود شیوکی داره، از اونا کفتر آوردیم و یک دو جور از لوگر آوردیم دیگه. کفترهایی است که در اینجا حالا خودم چوشه گرفتیم، همین تعداد اکثرش جواناست دیگه. کفترهای جالب نیست ولی کوشش میکنیم که بهترتر شده بره. حالا جوانه هستن تقریبا در کوریز هم هستن، اما رنگ روی ماشاءالله امری هم اینجا زردا هست، تا حتی رنگش تشخیص نمیشه که زرد است یا سرخ است. رنگ رویشان هم خوبش است دیگه. خودت چی کسا نفسی میکنی میگی باش کفترها نظر نشه، دوستا و شوقی ها که ببینه خودشان باز قضاوت میکنن که کفترها چی رقم از رنگشان. همین چوچگیری از کدام فصل شروع میشه؟ نجیب جان که تخمش گنده نشه، که کفتر مریض نشه و اش به شک نزنیش، وقت مناسب کدام وقت است برای کفتر چوچگیری؟ نجیب جان طبعا در مجموع که شوقی عزیز که چوشه میگیرن از ماه یود شروع میکنن. از ماه یود چرا امیر از ماه یود شروع میکنن؟ علتش چی است؟ چون که کفتر هم دو وقت تمام موجودات که است، تمام پرنده ها حیوانات دو ماه که است مست می باشن، استوار می باشن و زمستان تیر میکنن، در زمستان جدا میشن تقیه می باشن و کفترها رو دو موسم چوشه میگیرن، جفت میکنن چوشه بگیرن تا موسمی که هوا گرم میشه تا آخرای ماه جوزا که 1-2 الی 3 پشت چوشه میگیرن و در مجموع کفتر چوشه‌گیر در سال 8 پشت چوشه زیاد گرفته نمیشه. باید از 8 پشت زیاد چوشه کس نگیرد. اگر از 8 پشت در مکمل سال که بعض دوستا 4 پشت در شروع سال میگیرن، 4 پشت هم در ماه خزان، فصل خزان که از ماه سنبله شروع میشه. بله که از ماه میزان شروع میشه. از ماه میزان شروع میشه که کوریس هم مکمل کفتر را پاک کنه. بسیار خوب. باز اگر زیاد چوشه بگیرید زیاد کفتر ضعیف میشه، اگر کفتر ضعیف شود چوشه داغی زیاد میته. کفتر زمانی که شوقی عزیز ببینین این بسیار یک گپ مهم است، زمانی کفتر ضعیف شود باز داغی چوشه میته. کفتر داغی چوشه میته. کفتر اول باید ما بافت کفتر پیدا کنیم، این مشکل تر است. همین بافت کفتر از چی پیدا میشه؟ نظر به نسلش است، نظر به ای که کدام جنس خاص داره باید پیدا کنی یا کدام گفتنی دیگه اگر درباره از این بافت کفتر خودت بگی؟ حالا من خب زیاد معلومات ندارم نجیب جان، زیاد معلومات ندارم. شوقی عزیز تا جایی که ما دمی رسانه ها شنیدیم، دمی گروپ ها شنیدیم، دوستای میکن نظریات میتن، معلومات میتن،
کفتر باید 2 نسل مخالف جوړه شود تا که کفتر اصلاح به دست بیاید. 2 نسل مخالف به معنی چی؟ یعنی یک جنس شیرازی است که از این زرد شیرازی است، مثلا نسل به نسل که چوچه میگیریم، اینمی جنس باید اینمی گروپ خون که می باشه، اینمی کاتگوری را با اینمی خودش دیگه جوره نکنیم، باید از یک جنس دیگه زرد شیرازی پیدا کنیم که از جوره کنیم که اونمو چی میگن از لحاظ ژنتیک یا لازم گروپ خون که در اینا مخالفت بیایه باز بهترین شر میته. از لحاظ گروپ خون که مخالفت آمد باز کفتر چوچه خوبش میته. کفتر اصلاح چوچه میته. در ضمن از که همون نسلی که باشه همیشه همون رو جوره کنی آخر چوچهش به مرور زمان خراب شده میره. نسل خرد شده میره، سر خرد میاره، جسامت کفتر خرد میاره، هیکل کفتر خرد میاره. مثلا میگن در می انسان که هستک دکترای اکثرا دکتران مشوره میتن که پیش از اینکه انسان ها ازدواج میکنن رابطه برقرار میکنن نامزاد میشن باید چی کنن؟ گروپ های خونه چک کنن تا که اولادشون در آینده میوب بار نبیاید. کفتر و معنی کپر تمام زنده جان مترسی مخلوق خدای پاک است که در این حکمتان افته است. ایمان عزیز، در بین از این کفترها مختلف است، چپ است، شیرازی است، خودت کدام نسلش خوش داری؟ کدام نوع کفتر خوش داری؟ نجیب جان، ما در مجموع عاشق کفتر ساوس پتاین هستم که فعلا ندارم. از پتاین هستید؟ در پتاین فقط ساوس پتاین خوش دارم و فعلا همین مکمل کفترها رو پس کردیم. فوکس هم سر شیرازی است. نسل شیرازی را از دیگر نسل دیگر باشه فعلا باشه و کم جای ما تنگ است. فقط همی در شیرازی دیگر کار میکنیم که ببینیم به چی نتیجه میرسیم. خود دیگه این نوع شروع شیرازی است. این شروع که 1 سال است که سر شیرازی فوکس کردیم. تو در بین از این کفترها فعلا کدام چوچه گرفتی؟ این امریا است، این زرد چپ و زرد شیرازی اینا که است؟ در نمیجه زرد شیرازی ها را که میبینی 8 کفتر از این جوانه است که خودم چوچه گرفتیم. 8 کفتر جوانه رو خودت همینجا چوچه گرفتیم. این نمیجه 8 کفتر شیرازی است که اکثرش داغی است. زرد چپ های تاپدار است، 2 دانه، 1 دانه زرد چپ ثابت است، 2 تا زرد شیرازی ثابت است، 1 تا زرد شیرازی تیغه داره. تیغه هم نداره که پر همون تیغه میه، پر 3 و 4 سفید. بعض کسا تیغه میگن، بعض کسا بچگی میگن دیگه. با گفته شوق نظرشون مختلف است. دیگه در پتاین بچگی میه. در پتاین بچگی میه. شیرازی اگر در بین پرم باشه تیغه است. بله. دیگه این امریا است که جوانه چوچه گرفتیم. این سرخسینا است که اکثرش این سبز روشن است که تخمش از دیگه جای آوردیم که همینجا چوچه گرفتیم. این زرد است که مادر پدرش در شیوکی است. خوی زردو را اینجا خودت چوچه نگرفته بودی؟ نه. این زرد از جای دیگه برات آوردن؟ خوی جم کفترها از بیساب از کاکایم است. او کفترهای کاکایتون که از دیگه از خود است و نسلش از اونجا آورده؟ بله. خود این جوان‌ها که در اینجا تا بالا شدن، تیار شدن، این طرف پریدن، اینا را نگاه میکنی یا مفروشیشان یا کسر توفه میتی؟ و حالا نجیب جان امام سال امی جوانا را که میبینم نگه دلم نمیشه که امی ها را گم کنم. میگیم سال نگاهشان کنیم. از امی خاطر از بازار کفتر هم تال نخریدیم. امام سال وقتر که یکی مرض نبیده، یکی جای زیخ است و دیگه هم چیزایی که اگر داغیم است مرا خوشم میاد نسبت به از این که از بازار بخری کفتر از همون جوانای خود باشه خوشت میاد. بله. ایمان عزیز، قسمی که معلوم میشه کفترها این فعلا که اینجا هست کفتر چوچه گیر است. یک چوچه کفتر از زمانی که کفتر خودش تخم میته چقدر وقت در بر میگیره تا او چوچه پرانچه میشه؟ نجیب جان، کفتر در مجموع 2 ماه 2.5 ماه الی 3 ماه در بر میگیره که دانه خور شوه. کفتر 6 الی 7 ماه در بر میگیره که کوریس بکنه و مستی پر کنه. 6 ماه یا 7 ماه عموما در بر میگیره تا کفتر مستی پر کنه و تا بالا شوه و پریده بتانه این طرف و 1 سال در بر میگیره کفتر به جوره کردن آماده شوه. 1 سال بعد کفتر تا 1 سال بر نشه بشه و نسلگیری آماده نمی باشه. باز ضمن از اینکه 1 سال در بر بگیره و کفتر اگر
کسی به پراندن هم ببریش در مدت 1 سال تیار میشه یا از شش ماهی باید ببرنش؟ اترس نجیب جان کفتر که دوستای ما تیار میکنن از امی سن 3 ماه و 4 ماه که دانه خور شد به ریز میبرن به وام میبرن به پراندن. نگه من قدر در باره پراندن معلومات ندارم. میشه که از شوقی عزیزی امید را جان میفهمن پرسان که اینجا فعلا که ما شما گپ میزنیم در باره چوچگیر است. کفترها چوچگیر هستن. در باره پریشیش و قدر بحث نمی کنیم. دوستای عزیز، شوقی عزیز دیگه ایمان جان قسمی که معلوم بشه کفترها را در همین فضایی که فعلا کفترها رو ایمان کن نگاه کردی، از کل از اینا از خودشان چوچه میگیری یا بعضش تخمایش تغییر و تبدیل میتی زیر پای که دیگه شان رد میکنی؟ نجیب جان ما در طول سال که چوچه میگیرم 3 جوره کفتر اصلی را جوره میکنم که از چوچه میگیرم فوکس هم سرش است و در بالای از 3 الی 4 جوره دویی میباشه. دویا از این کفترهای وطنی میباشه سوز قاصد مثلا یک جور مشکی هم اینجا از دویی نگاه کردیم، مثلا یک جور سرخسینه از دویی است در اینجا و چند جور دویی دیگه که بود به خاطر زیقی جای را پس کردیم تا که باز دوباره به شگیری آماده میشیم شگیری میکنیم کفترها رو جوره میکنیم باز پس 1-2-3 جور دویی دیگه اضافه میکنیم باز پس اونا رو میره حدودا اینجا حال که چه نبود. دوستای عزیز قسمی که براتون گفتیم ایمان جان کفتر را نگاه نمیکنه که روی خراب داشته باشه یا چشم خراب داشته باشه. ماشاءالله چشم سعی کنه، نور سعی کنه، یک سیاسینه بسیار مقبول سرخگل از نسل‌های است که ایمان جان از اینا نسل گیری میکنه. دوستای عزیز یک زرچیرازی ماشاءالله سعی که حتی عین رنگش تشخیص نمیشه که زرد است یا سرخ. یا جمله کفترهای تاپ شیرازی است، قدار هم است و سر رویش هم بسیار مقبول است. اینا نسل های هستن که ایمان جان از اینا چوچه میگیرن و شوق میکنن با اینا. حتی سعی کنیم سرخ و زردش معلوم نیست. کفتر ایمان جان قسمی که معلوم بشه کسایی که پرنده باز هستن شوق پرنده را میکنن در حساب رنگ مقام سیوم گرفتن. عزیزی پدر همین زرچیرازی است. سعی کنیم ماشاءالله رنگ و روی نول بسیار مقبول، رنگ بسیار مقبول. چون حالا هنوز کفترها پشتشون تقریبا واز است. دوستای عزیز هنوز فصل کدید است، کفترها در میده پر است. از این که ما شما به برنامه نمانیم آمدیم یک ویدیو از این کفترهای از شوق ایمان جان با شما تهیه کردیم. ماشاءالله بسیار یک رنگ مقبول داره. شوقی عزیز قسمی که براتون گفتم عمری خود زیاد است، اما ماشاءالله تهیه کنیم عمری از همون کفترهای کلپوپکی و کنری روی نول بسیار مقبول، رنگ بسیار مقبول. حتی تا که صحیح دقیق نشی میگی خیلی کاغذی است. شوقی عزیز یک عمری پرپای از همون عمری است که بیشتر براتون به تصویر کشیدیم تو چه شد. فعلا رنگ عمری خود در مجموع شوقی میفهمن که تیره میباشه و با مرور زمان که کوریز میکنه بازی کفتر رنگ خود تغییر میده و روشن میشه. ماشاءالله بسیار کفتر مقبول است. شوقی عزیز قسمی که براتون گفتیم این عمری هم از همون نسل عمری است که پیشتر براتون گفتیم یک کم 60 سر است. ببینید خیلی رنگ مقبول داره. این از جمله کفترهای جوان‌های است که امسال ایمان جان چوچه گرفتن. شوقی عزیز یک زرچپ بسیار مقبول زرچپ جوانه است، از نسل هم زرچیرازی است که بیشتر براتون نشون دادم. سعی کنیم ماشاءالله رنگش بسیار یک رنگ مقبول است، زردی و سرخش معلوم نمیشه. از که رنگ زور داره، بسیار یک کفتر زور است. شوقی عزیز قسمی که براتون گفتم اینی کفترها که هست اینا نسل هستن. اگر نور سیاه یا روش اینطور به گفته میانه های نکی سیاسی خورلگی است اما این نسل است. این اگر کتک سیاسی دیگه جوده شد با چوچای از اینا مقبول می باشه. شوقی عزیز بسیار یک زرچیرازی مقبول ایمان جان چوچه گرفته از اون زرچیرازی که بیشتر براتون نشان داریم در تصویر. ماشاءالله بسیار یک کفتر مقبول و چارتکه پشت شواز و رنگ بسیار مقبول، روی بسیار مقبول، از جمله کفترهای جوانه ایمان جان است. تو که براتون گفتم این زرچیرازی حتی کفتر باقی هم چوچه داده اما بسیار یک کفتر مقبول، بسیار یک رنگ زور داره، یک کفتر خوبش است.
از جمله نسل‌هایی است که ایمانجان نگاه کرده و این نسل‌هایی است که اینا را خودش میفهمه که اینا چه رقم در آینده چه به خودشان پس. شوقی عزیز یک دانه زاغ بسیار مقبول، تو یک نول بسیار مقبول، یک روی بسیار مقبول، در زاغ بسیار کم پیدا میشه. رنگ بسیار مقبول سیاه، هنوز کفتر کلید خود پاک نکرد اما رنگ سیاهیش ببینید القاس داره است. سر دوم و زیر دوم داره. یه جمله جوانایی است که ایمانجان چوچه گرفته است. شوقی عزیز من خبرتان گفتم که ایمانجان تو کفتر را نگاه نکرده که تو رنگ خراب داشته باشه یا روی خراب داشته باشه. ببینید زر دوم سفید است. از دوم فعلا خودم گرفت اما با یک دکه که بکنیش دوم به سفید میشه. بسیار یک رنگ مقبول داره دوستای چشم مقبول، سر روی مقبول. شوقی عزیز یک سینه بسیار مقبول است. ببینید ماشاءالله نول روی سرخ پتاین نام گفته میشه. به خاطر از اینکه یک توپک داره اما فعلا در کلید 2 4 6 7 هفته است دوستان. شوقی عزیز یکی از کفترهای ماده است، زرد دم رنگ است، سر روی مقبول داره، از جمله کفترهای ایمانجان است که از اینا نسل گیری میکنه. بسیار یک کفتر مقبول. شوقی عزیز در ضمن از اینکه ایمانجان شوق کفترهای شیرازی را میکنه و سرخ پتاین زرد میکنه، یک کفتر بسیار مقبول سبز روشن که حتی بعضی کسان میگه تقریبا بدون خط بال است و کاغذی واره است. یکیش گفتن است یه واقعیت هم تو یک کفتر است. ببینید نول و چشم بسیار مقبول، رنگ بسیار مقبول، حتی تا زمانی که شاپرهایش باز نکنی هیچ نمیفهمی که سبز روشن است یا کاغذی است. این از جمله خصوصیات سبز روشن خوبیش اینمی است که بدون خط بال است و یک رنگ بسیار روشن و بسیار مقبول داره. این هم از جمله باور هم سبز روشن است. از بیش از یک پشت شایدش ماده باشه اما خیلی رنگ مقبول داره. بسیار یک رنگ مقبول، بسیار روشن، حتی کاغذی و سبزی و سفیدیش تشخیص نمیشه به خاطر از اینکه زیاد روشن است. شوقی عزیز ایمانجان یک نسل دیگر رو پیدا کرده، نسل سیاسینه رو پیدا کرده. سیاسینه پرپای است. کفتر جوانه است، در کجیز است هنوز اما معلومه که پرهای پایش سه تا کجا است. عزیز یک کفتر جوانه از جمله پتاین های ایمانجان است که رنگ سرخ داره و جوانه است. فعلا سرخ مینو است و در آینده هر چی بخواید جور میشه. سر دوم و زیر دوم بسیار مقبول. گرچه کفتر در پر است اما بسیار یک روی مقبول داره، بسیار یک رنگ مقبول داره. آینده بسیار بسیار مقبول میشه این کفتر. شوقی عزیز یک دانه مشکی بسیار مقبول. کفتر در کلیز است اما ماشاءالله بسیار یک نول کوتاه، یک چشمای مقبول، همون که میگن در قار سرش از چشماش از همون جمله کفترهای رنگ مقبول. تقریبا 2 4 6 8 بر سر دوم و زیر دوم و کل چیزش برابر. قبلا هم براتون گفتم که ایمانجان کفتر را نگاه نکرده که سر روی خراب داشته باشه یا رنگ خراب داشته باشه. ماشاءالله خوب پرفر کفتر است و جمله کفترهایی است که ایمانجان شوقش میکنه و چوچه میگیره. دوستای عزیز، شوقی عزیز، این بود داشته های برنامه ما تا این دم. تا برنامه بعد که من نجیب الله آرش با شما
در خدمت قرار میگیرم. شما رو به الله بنیاد بسپارم. چینل ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدید تا برنامه های بهتر با شما داشته باشید. خدا حافظ و نگهدار همه شما باشه.